سلام. یک روز یک پدر مچم در دلشی چی میگرده؟ مگه باشم باچه خورا قچ یک گپ ده. وقتی که باچهش خانه میه مگه بچه مین چی بیا؟ مگه چی پدر؟ مگه سگ بچه مگه زندگی فراز نشیبای خورا داره. در زندگی هر رقم مشکلات بود، هر رقم دشواری های که روبروی شدی پدرت قد هسته. هیچ دم قصه هیچ چیز نشو رای نزن. ما هستم پشت. یگه با کم میزنه امی دفتانی چخرام میکنه. یک رقم چخرام میکنه خیت میزنه که مگه بچه گریان میکنی رقم. مگه پدر مگه ما امروز ما فکر میکردم که هیچ کس قصه از منی هستم، هیچ کس ندارم، ما به ارزش هستم. امروز من میخواستم خودکشی کنم، اما یه از تو که شنیدم روحیه گرفتم. پس این حالی هم در زندگی بسیار کسا هست که شاید نگده شما که وان تنهاین یا که در چی حالت روانی هستن، مثلا دپرشن یا انزایتی. اما شما که وقتی میگیرین یک کمک زره نرمال نیه دلداری بدین. این چیزا از این دپرشن و اینمی گپا که هسته کلش از این پیدا میشه که فکر میکنم ما هیچ کس ندارم، هیچ کس قسم نیسته دیگه. شما کدام اندیوال شما یا هر همکار شما یا هر کسی که هسته یک دفعه قچی گپ بزنین کجا هستی کجا نی چی میکنی چیز کار شد ما هستم از اول مرا یک دفعه اول بدی اونم روحیه میگیره.